من و شما میریم مسجد، صف به صف وامیستیم نماز میخونیم. حالا این نماز رو میخونی، تهش چی میشه؟ حداقلش رو بهت میگم، حداقل به 3 تا کشور فوش میدی یا اگه میخوای اینجوری نماز بخونی آقا جون نماز نخون آقا نخون. من دارم بهت میگم شراب خوری از اون نمازی که تو داری میخونی بهتره. گوش کن به حرف من رفیق، دارم تهش رو بهت میگم که متوجه حرفی که میخوام بهت بزنم بشی. خوب گوش بده. تو نمازی که من و تو میخونیم چیا هست؟ چه ویژگی داره؟ خشونت هست، دعوا هست، درگیری هست، فوشم هست. اما تو شراب خوردن چی هست؟ عشق هست، صمیمیت هست، سلامتی هست، محبت هست، دوستی هست. این همه خوبی هست. من الکی حرف نمیزنم، برات ثابت میکنم. خوب گوش بده، میخوام برات ثابت کنم. قرآن چی میگه؟ بگو به من. فویل للمصلین، میگه وای بر نمازگزاران. چرا نمیگه وای بر نزول خورا؟ چرا نمیگه وای بر بی‌حجابا؟ چرا نمیگه وای بر شرابخورها؟ چرا نمیگه وای بر اون کسانی که گناه میکنن؟ میگه وای به حال نمازگزارا. امام خدا چیکار که چجوری نماز میخونیم؟ چرا خدا داره با ما حرف میزنه؟ چرا میگه وای به حال نمازگزارا؟ حالا بهش فکر کردی؟ کار کردیم طرف داره نماز میخونه، باهاش حرف میزنی جواب نمیده، تو رو میبینه سریع قامت میبنده، الله اکبر تکبیرت الاحرام. چته تو؟ این چه نمازی آخه؟ بچهش حرف میزنه باهاش جوابشو نمیده، تلفنش زنگ میخوره جوابشو نمیده. اون نمازی که خوب گوش بده، اون نمازی که تو رو از اطرافیانت از دور و برت دور کنه، اون نماز به درد نمیخوره. اون نماز شمره. وای بر نمازگزارا، وای. یه جوری جواب نمیدی، یه جوری به خودت مغرور شدی که انگار تو پنت هاوس بهشتی. چی کار داری به خودت میکنی؟ مگه ما نمیگیم خدا همه جا هست؟ خب یه دقیقه نماز رو ول کن، جواب مردم رو بده، ادامه نماز رو بخون. خدا جایی نمیده که، خدا هست، همیشه خدا وجود داره. دیدی نرق خورا رو؟ بیریا مهربون، چیپس و ماستی هم باشه میذارم وسط، همه با هم میخورن. دیدیشون؟ بعد اگه کسی وسط اون بساط بره باهاشون صحبت کنه، نه تنها جواب میدن بلکه میگن بیا بشین با ما یه چیپس و ماستی هم بزن. ببین چقدر بیریان. یاد بگیر اصلا فوش تو مرامشون نیست. اونا به کسی فوش نمیدن، اونا واسه سلامتی همدیگه، حتی اونایی هم که نیستن آرزو میکنن، برای همدیگه آرزو سلامتی میکنن. ببین چقدر اینا با شعورن، چقدر با فکرن. این خوبه. آرزوی مرگ کردن برای کسی، فوش دادن به کسی آقا خوب نیست. برای همدیگه سلامتی بخوایم، سلامتی من، سلامتی تو، سلامتی همشون، سلامتی شیطون، سلامتی همدیگه رو بخوایم. اینجوری قشنگ‌تره، دوست داشتنی تره. دوست داره.